الان مضطربی؟ بیا همین الان یه تمرین خیلی ساده و سریع با هم دیگه انجام بدیم که یکم اضطرابت بیاد پایین‌تر و آروم‌تر بشی. سلام، من پریسا هستم، دانشجوی روانشناسی و مربی فیتنس و بدنسازی. خوش اومدی به قسمت 4 از سریال جنگ درون من اضطراب. با من تکرار کن. دم عمیق از بینی. 4 3 2 1. حبس کن. 4 3 2 1. بازدم آروم از دهان. 6 5 4 3 2 1. 3 بار این چرخه رو تکرار کن همراه من. دم عمیق از بینی. 4 3 2 1. نگه دار. 4 3 2 1. بازدم آروم از دهان. 6 5 4 3 2 1. یک بار دیگه. دم عمیق از بینی. 4 3 2 1. حبس کن. 4 3 2 1. بازدم آروم از دهان. 6 5 4 3 2 1. با هر بازدمی که انجام میدی ذهنت با خودش میگه من امنم و این احساس امنیته که باعث آروم شدن ذهنت میشه. یاد باشه که هر وقت احساس کردی اضطرابت رفته بالا، 1 دقیقه زمان بذار و این تمرین رو تو هر جایی که هستی انجامش بده. نتیجهش رو میبینی. این ویدیو رو سیوش کن و بفرست برای هر کسی که دوستش داری و فکر میکنی که بهش کمک میکنه. اگه این تکنیک بهت کمک کرد، حتما ویدیوهای بعدی رو ببین که میخوام بهت بگم چرا موقع اضطراب نفست تندتر میشه. مرسی.